در شهر ترسونزاده 125 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد. برای اشتراک در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. در کتابخانه‌های همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده کتابداران و آموزگاران همراه شاگردان اساساً به مطالعه اثرهای گوناگون مشغول می‌باشند. محض همین مهری کتابخوانی بود که در این آزمون خوانندگان و آموزگاران فعالانه شرکت ورزیده صاحب مقام افتخاری گشتند. استادان در درس‌ها به شاگردان نیز توصیه می‌دهند تا که آنها بیشتر کتاب خوانند و از علم همیشه باخبر باشند. آزمون فروغ صبح دانایی همچون تنها یک بهانه شد برای باز هم بیشتر کتاب خواندن. من خود اصلا کتاب خواندن را خیلی دوست می‌دارم. کتابخانه این تنها یگانه جایی میباشد که من خود را آرام حس می‌کنم. هنگام کتاب خواندن شخص به یک عالم وارد می‌شود که هیچ از آن یعنی حسی بیرون شدن را نمی‌کند. به خیالش او در تمام در یک عالمی خیلی هم ناتکرار زیبا افسانه‌ای وارد می‌شود. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خوب کردم خیستم. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی که ما آنجا دیدن کردیم کتابداران میگویند که با اعلان گشتن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است 2 سال اخیر در مؤسسه صف خوانندگان در کتابخانه زیاد گردیده است. هدف از اشتراک من در این آزمون زیاد گردانیدن سویه دانش خود، بهره گرفتن از آثار منظوم و منثوری شاعران کلاسیک و معاصر و با گردانیدن ذخیره لغوی خود میباشد. در آزمون اشتراک کردن 100 عدد کتاب، 53 عدد حکایه، 80 افسانه خونده ام و زیاده از 1000 مصرع شعر ایجاد کردم. اینچنین یک قطار چیستان ضرب المثل و تیزگویک از خود کرده ام. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک نسیمی سومن آید. بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد، گوی مگر آن باد همه از خوتن آید. باید گفت که هدف اساسی تشکیل چنین آزمون‌ها در مملکت این بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخنرانی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه میباشد. از این مؤثرین مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده در کوشش آنند که در همه آزمون‌های جمهوری شرکت ورزیده جایهای نمایان را اشغال نمایند. مانند عروسکان گل پیراهن 100 عشوه و 100 بهانه دارد نوروز.